میکاپتون نریخته بریم ویدیو بگیریم. آفرین. سلامتی. سلام. پس کن هر محلی بیاد تو لایوت هم حسین یک کدومشون رو بنده بیرون. خیلی شاید جفتش تیرای ما بودن. اما اون الان میگه بیبی چطوره؟ اون دازم منم گفت بیبی. سلام بیبی. بکنم بیبی به همه میگه. فقط تو چیزو ندی اصلا به بیبی میخوره؟ نسیم دیدم کس کسکو. مثلا چونی تو به بیبی میخوره. آها آره. بسته بمونه. چطوری بیبی؟ پسری که چون نداره کنسله. واقعا پسری که چون نداره کنسله. پسر باید چون داشته باشه انقدر. چیزی دارم هوایی دادن به عرفان. بابا تو لایوم. تو دارم. سرت کاش عرفان تو لایوش نداری. من که بلاک کردم. من حنا دارم دوتا ولی عرفان ندارم. یه فیک هم دارم. یه حسین هم اومد. امید اومد. حسین کیه؟ شانیا. کدوم حسین؟ همون کسی. قاری سوخاری امیدم دارم. دیگه چی میخوای؟ امید کیه؟ اصلا بابا شل کن مادر جنده. راست میگه بابا. دعوا که نداریم خواه کسکش کسی بیرون منتظرمونه بگو تونتون بخورم. آروم باشید. آروم باشید. من بیرون چند منتظر دارم. شما ندارید. ما هم داریم ما داریم هانی ولی ما خب کس نمیخوام که همه بریم. تو. چرا پسیش. اینقدر میسوزه؟ آره. اصلش اون کشمیش خالصه. نخیر مادر جنده. باشه نگو کجا اومده باباته؟ نگاه کجا اومده مال باباشه. چرا اینقدر میسوزونه جدی؟ اصله. بوکا بیا بوکا فیلتر ندارم من برم. اون زندگی میدم همیشه. میخندی؟ من چی بگم دیگه؟ هیچ باشه بخندی. خب دو وکیلی از خودمون یکی از یکی آره واقعا تو تمیزی واقعا خدا وکیلی بیا. از کل اکیپمون خدا راضیه. وکیلی اون یه دختر اومد اینجوری بلا پامو بکشه. ای گفتم برو اونور بوم میگی. برو من کسکه. تو لستنگ هر روز قشنگتر میشه. مرسی مرسی. من هر روزی من بابا بگم همون آبتون رو گاییدم. آبتو گاییدم آبتون رو گاییدم. تو بودی میگفتی شبیه بچه ها میشه این فکر؟ چون اگه من واقعا خوردی؟ شبیه بچه ها. آره زندگی من جلوم پیک میمونه. بیا بریزم. بند سوتیان کدیه؟ بند سوتیانم کدیه؟ یعنی چی؟ بعد سوتیانم و سوتیان ما برو اسکل مادر جنده تو هم کی؟ عینکت کردیه. سوتیان من اندازه کل هیکلت قیمت داره بابا کیری. شنیدم بو میدی مادر جنده بابات بهت گفته چونی؟ خدا رو شکر از این موضوع با همیشه دوستان اصلا سربلندم. طرف نشید بچه ها. من با این موضوع کیری سربلندم. آره یه دونه ای پرنسس مرسی. مادر جنده کیر چی قیافت تو خوبه مادر جنده با عینک واسه کیریه گوه فیکه. میخوری اگه کیری هم گوه فقط میخوری تو گوه لایو. میخوری میای تو لایوش همینی که الان بری دایرکتش نکنی اومده از کست هم خورده برو مادر جنده. الان میمیام. یه دقیقه از زنه کسی نده کیریت بابا چاقال. بردش بیرون. آره بابا چونیستیس کیری رو ببین پشما. حالا میگن همه ما تا حالا کیری رو فالو نکردیم خدا رو شکر. در بعد به گوه درم بخوره تو کردی لایوشون. تو کردی. جود خوشبوی من عشق من شما. هلو کافه دهمن شیرده سلام واقعا بچه اصلا رفته لباسش عوض کنه من هستم ببینشونم کی تو لایوتون وای بچه یا اول فر اگه به تیگاری بچه شاید میگه دختری که آرنجش به هم نرسه زن زندگیه یه دقیقه آرنج تو هم بچسبون نمیتونی نمیرسه بچه منم همینطور فقط ریحانه مجرد دوستان حساب نرم. مالش کدوم نمیرسه. ما کسخونیم این کی خدای معلومه دیگه فاتی بو گل میده. مرسی نظر لطفتونه. آخیش موظف بودم تو لایو بچه ها. ما اجنده منو با سوتی هم بشینم موظفم. خیلی بد نگاه میکردی انگار مثلا عشقم شما تمیزی ازت میباره. شما قلب منی دورت بگردم. صداتون هم روبرون نشستیم اینجوری بودیم. مامانم میگه آشام به 2 دلیل زنگ میزد یکی عاشق بود واسه من بود دومیش این که مامان پول بزن اما دلیل تماسای تو رو نمیفهم تو رو میفهمیدم نمیمردم منم پول میخوام نوی سلام میگم بچه شادی روح از دست رفتگان. مادرتو گاییدم جمعیت صلوات جمعیت صلوات. هادی شرفه آنن نیست کستوپول تمیز اصلا آن میزنه. دعا کن رزامون مریضه چی شده؟ کل بدن الان خونش خونته خب منم پول میخوام دیگه یه یوز بزن
سلولای خونی تو بچه شرقم بچه غرب نیستم ولی تمیزیم خدا رو شکر. وای زینب کیری با هوشی ها این همه گوشت را کجا بودی؟ مامان اصلا سلام میرسونه. منم سلام میرسونم. فاتی هم الان سلام من بدبختی میرسونه. اینقدر دارم نگو به من با بزرگم سرطان خون دارم. مامانم که سه تا خراب جمعشون جمعه. خاله دمت گرم مرسی. اگه نمیشه الله پست طلا خب باشه میشه. دیگه. من بچه عطابکم. خداحافظ. کی میگه بچه عطابکم؟ آبجی جونم سلامتی. پیتزا. کزیم شرفه. پیتزای روز بیف. آره میدونم من رژیمم چیکار کنم. مرسی خداحافظ. مرسی بچه ها ممنون. بچه پیروزی هم. مگه تو رژیم نیستی جنده. چی میگی بچه؟ سالیان داشا. مامانم یه کار ترحم به من زنگ میزنی. اللهم نیدگیرم. اینو میذارم یه جوری میشم. دکتر بردینش؟ هی براش آزمایش می‌نویسن. نازی جونم چطوری قربونت برم؟ خونش رو باید عوض کنن تو چرا 40 نفر تو لایوت ولی 10 نفرشون رو نشون میده؟ به خاطر عفونت امکان داره آدم شاید هم تو لایوت نیستن. صورت میزنه به قلب. به قلب بزنه خدا نچره کارش هم اون دکتره فوق تخصص داره اینش. سلام خانم. اصلا عفونت چیزی خوب هستی؟ بردن نیست شما خوبی؟ بره بالا من هم خوبم. خوبم قشنگم تو چه داری؟ باشه من رژیمم. چه؟ نوشته کسموشی. کسموشی یعنی چی؟ اون کسفیلیه کسفیلیه خبر بچه اصلا این کیلو کس داره بابا نگین اینجوری. بچه هم پیج فیکه هم میاد تو پیج من کسچر میگه همینجا کسچر گفته الان جا که برید بهش برید به من مادرتون رو گاییدم. خب پس بذار معرفی کنم. نه یه دقیقه وایسا ایشون چیزه نوشته سگ خوب میزنی؟ اوف آره نخواد آقا که سوال بپرس. رومینا خوب میده یه دور بکن ببین چجوری میده ما دارم میرینم به طرف تو داری میرینی. رومینه کسکش هم که اونجاست چی رو باباش خوردم پری من کس نه پیج فیک. مادر جنده کسکش که قیافت کیرم تو دهنه جنده. آره بابا. دهنه تو سرم آبجی جونم تو خوبی سیختر بابا سیختر از صدام من گشنه که تو کل هیکلته مادر جنده چاقال رومینا گشنه مادر جنده. یه کس نه بکنم یه تومن میدم کس که 2 تومن میدم فقط لایف برو بیرون مادر جنده سیکسی کن. 2 تومن رو بده من فوش میدم بهش بس تو لبه کسخال اینجوری که نمیندازم میری چی رو خبره ببینه قضا بده چی نوشته؟ 1 تومن کسخال 10 تومن میدم کل هیکل 10 تومن هم نمیارزه تو هم با 1 تومن کل تو میشه خرید حالش لال شدم پیج فیک معلوم نیست. آره بابا 57 نفر چه خبره اصلا قرار بود 50 تا بشه همش اسیر بینا موسا بچه ها این قمامه دارم. نشون بده پایین نه ببین هر موقع 70 نفر شده میگیرم ابرو این کیه دیگه الو سلام جذاب ها سلام قربونت برم. الو حاجی پول داری یا شما کیر خدا تو کسه رو میدم. کیر خدا تو کسه نرد بیناموس چطوری میلاد اسنپه فلش کنم نداره اسنپ به اسنپیات به اسنپیات اسنپیا توهین نکنه میشه کیر خدا تو کسه رو کیر خدا تو خاندانت. بده من گوشیو بده ببینم کی داره گو میخوره باباش منجید من پارچی کشونم گوشی. بده من. سلام باباش منجید ببینم کی نوشته مادر تو جنده. جان تو جان کیر خدا تو کس رومینا. مادر مادر جنده برای حساب بده برای چونی تو لب چیکار کنی الان باید بری دنبال چیزا
مادر جنده. الان خوب به صرف کار کنی ها. الان تایمی خوبی البته بندازش بیرون شونیا. چی فسوسه؟ حاجی پولداری ها. چرا مگه چیکار کردم؟ سلام جذابا. با این کنگه کشی چی شده؟ سلام بچه ها. خدا لعنت حالا میگن همه بدبخت اخته 50 نفر رو میاد تو لایوت دیگه گوشی هم میگیری بابا خفه شو. یه دونه ای فاطمه. ما خودمون دوستیم بابا. چطوری خوشگله؟ میلاد آذری چطوری؟ ببینم یارسی کجاست؟ خونه‌ش چطوری خوشگله؟ خوبه؟ مادر جنده. بچه من دوتا میگه خود من اینجا رو میلاد چه خبر؟ پلیز بخوریم. ریختم به بازار بخوریم ما خوردیم. میاد شاید آها همون که گم میخورد بهش گفتی چه خبره؟ نه نمیگم. قربونت فقط چپ چه خبر؟ تو نه تو کسکی شهرم زده سیکشیرش رو بابا. وای خیلی خوبه ها. عاشقشم. آره اون سری گفت رفیقت بدون فکر قشنگه. خوشم اومد. خیلی خوبه. قشنگم. چطوری خوبی قربونت برم؟ این مرتبه منم بگیم. مارم کجا بگیم؟ نه من نگید این مرتبه. عشقت ولف چی شد؟ سلام داره خدمتتون. ولی چون من نگیدم سلام. کرد ولت کرد. کس ننت کس خود. خدا رو شکر ما رو هیچکی واندایتی نکرده و نمیکنه. ما این کمر رو مالایت میکنیم. نه اینجوری نگو. عزیز دلم قربونت برم شما داری با پیج خودت بیا کسشر بگو. چرا با پیج فیک میای کسشر میگی؟ خب قربونت برم اصلا تو ارزش جواب دادن هم نداری. آدم ترسو رو زایدم. بیخوایه پلش چونی؟ پول دارم، ماشین دارم، خونه دارم، ویلا دارم، زمین دارم میدم بهت. خدا رو شکر که همه اینا رو داری دیگه. به من پیه بده دیوونه تا صبح باید صحبت میکنم. ACL آنلاین نصری. آگه من چونی؟ الان به دستم رفیق نازنا چین؟ رفیق نازنازته که رومینا. قربونت برم اقدر تو مهربونی. ممنونم. این بچه من خیلی خوبه. این بچه من ماه به قرآن اسمش چی بود؟ فاتی بود عشقم. چی بود اسمه؟ به خدا میاد انرژی مثبت میاد اصلا کلا تو لایوم. به خدا چقدر حولی پسرنی که حول باشه کس خود. رفیق منه. کسش دهنه. آفرین. داره ما حوالیم. ما کسایی که تو لایف فوش میدن رو دوست داریم. همه پیگیرا، همه کونسوزا، همه گوخورا، همه خایمالا و همه اونایی که ما درشون مالیدیم و خارشون رو گاییدیم خواهی نمی‌کنن بیان با پیج اصلیشون با پیج فیک میان کسچر میگن. آفرین حول کس مادرته کیری. واخ عشق خوش می‌گذره. اون که میگه باغ دارم ویلا دارم به امام حسین داش آقا آفرین. بگو شما چی داری قربونه برم کاملا بیادنی گوشیو بده بغل. منم میرم تو خودم بچه میخوام برم تو خودم. میخوام ولم کنی. نه کس خودم پایین. میخواستم برم تو خودم نداشتیم. واقعا من شو چیزی من گرفتی خب خدا رو شکر. شما رفیقی. بابا کیرم تو بچه های خاک سفید. بابا بچه های خاک سفید مگه به این حرفا میخورن اصلا مادر جنده. تو چی میگی؟ الان دقیقا تعصب کیو کشیدی؟ کی دقیقا؟ بابا ندیده که سر نمیشه دولت برام واقعا عجیب بچه ها آنه نیست زبت هب آنه شرفا شیر گنده جوابو نیست عشقم تو لایوم جوابو نیست دیگه گنده است جوابو نیست کی گفت تا صبح بیام می بازی کنم چی؟ چشاش شده دوام قربون هر صداتون آخه بخند. آره بابا گفتم هنشون خوبه
تو؟ من چی؟ من سوال پرسیدم اول. شما خوب میدی بله زنده میدونی مادر شده گوه میخوره میپرسی بله به چی میخندی؟ کی میری خارج نفس؟ عشقم فعلا موندگار شدم. غزل چطوری نفسم؟ فعلا موندگار شدم. هفته دیگه میرم یه چند روز خواهرم رو ببینم. دلم برش تنگ شده. بعد دوباره برمیگردم ایران. فعلا موندگار شدم همینجا. دبی؟ من تا حالا دبی نرفتم. من رفتم پست نرفتیم دنبال چی کردیم؟ رفیقه تو کراش لامستم. رفیقای منن دیگه. نمیشه به تو نمیرسه دوستشو ببینی. برش شیشه ما زدم. خوبی عشقم؟ آره نفسم. تو چطوری؟ خوشگلم. من حالا پول میدارم تا این همه تومت به غیر از اون سری به غیر از اون سری اون سری آرامو قد باره واقعا بشی اصلا اون آهنگی که آهنگه بود کردیه اونو میذاری؟ با اگه بزنن چیه؟ آهنگه اسمش رفیق پریوده. نه همیشه اینجوریه. خودم آخ دندونم اینترنت هم تموم شد. نه پول دارم، ماشین دارم، خونه دارم، ویلا دارم، زمین دارم، میدم دورت بگردم. جیگر چطوری؟ قربونت نفس تو چطوری؟ چیه؟ رفیقم کیه؟ الهی من که نیستم داداشم برای من نمونه تو رفیقم کیه؟ آقای خاکستر رفیقم کیه؟ فاتی ورساچه. آره با مسعود میاد. کیه؟ ورساچه تو بزرگی. آره منم میاد. آره میاد. تو هم میاد. الان میگم پاهاتو بخورم. پاهم تو کونشون. پای تمیزم. پای صورتیم تو کونشون. کیه؟ نه نمیاد. علی بزرگیه میگه فردا نمیاد. بگو با فاتی چی کار داری؟ میگه فاتی که با مسعود میاد. از کجا فهمیده؟ میدونه دیگه. بله. من برامون کجا بریم؟ پارتی میاد. عشقم توش تو لایو نگی خواهش میکنم اصلا جان. آره. هم مسئول کردیم کافه شاید اومدم. آره. تو با کی میاد؟ علی. خواهی میاد. به من خواهی نکش. من مسعود میاد. تو کجا میاد؟ بیا نه تو به قرآن. نه اون مسعود من و فاتی رو بچه ها حقوق میاد. تو لایو نگو. بابا کوسکش تو لایو هم چی میگی؟ فاصله میاد. من دماغم خدا رو شکر کیپ بوی متوجه هر گوی که میخوایم بخورین. من نمیفهمم. من دماغم کیپ نمیفهمم. کستوپولی؟ سلام کست توپولم تو دهنم. اصلا تو لایو هم تو لایو باشی. کست توپول نگو. حالا با خوردن خوبه. کسکش جدیدن میگن فاتی چی آفرین. میخواستی؟ زندگیم یه آهنگ گذاشتم کردیه که گفتی یاده فاتی اینو میذاری تو شهر؟ آره عشقم. نه اونی که برای هن است. خب این آره بابا انقدر بعد من یادم میاد. زندگیم نیفت دیگه. موزیکشو دوست دارم. نه مرگمه. مرسی. تازه میخوام استوری هم باش بگیرم. خواهش از اونجور مادرتون امشب به احساسون راست میگه زنگ من که گوشیمو بکنی تو چونتون. من به کسی زنگ نزنم. ولی گفتی انداختی تو سرم زنگ بزنم. اصلا نه تو که اصلا نباید زنگ بزنی. باز ما یه راهی داریم. تو زنگ نمیزنی. داختی بیرون این زخمی که افتاد رو قلب من داشت. دیگه رفتنی نیست. اگه باز هوا بکرد کجایی؟ عشقم میشه دوستامم. جات خالی. دخترانه نشستی مشروب بخوری. خدای دخترانه خیلی خوش میگذره. آره بابا یکی کاش میفته دیدی که من سر تو چی کار کردم عزیزم. ندیده بودی بهش گفته بودی گله ای نیست ولی یکم کاش منو گرونتر فروخته بود. حسین کو پس؟ حسین کیه؟ برام تهش دل بیا برون بود. اصلا این جلوی شما کسی نمونده. عاشق شده بودیم. چی میگین؟
چی میگین واقعا؟ چی میگین واقعا؟ دنبال چی؟ دنبال کی؟ جواب میشه. چرا همه پیام رو میخونی؟ ها؟ من نمیفهمم چرا دنبال میخونی؟ چرا جواب میدی؟ اصلا اکسالت رو نشون میدی. کس ننشون. کس ننت. آقای محترم، خانم محترم، کس ننت. جواب نده دیگه. فقط اون استوریه فاتی که ترکیه بود یارو بچه ها کنیرشی خودش رو بهش خود دلستر قدش کردی زنی میخوری نکنه خود حسینی با پیج فیک. چرا بلند مردم داستان درست نکنیم بچه. بیام ترکیه برای سیگار بیارم. تو مادر ما رو گاییدی. من ایرانم، خارج رو گاییدم. من ایرانم. اوکی بی خیال بکش بیرون. وای فاتی چقدر سیگارش کیریه خیلی. سیگارای دبی نکشیدیم واقعا کیریه. کجا؟ دبی. قبرس افتضاح‌تر. من یه دونه پاور گرفتم از کل زندگی پشیمون شدم از اینکه دارم من دو سیگار بار میکشم. سیستان برده بودم ترکیه با خودم کی رفتی؟ مجازش یه باکس زمستون. چجوری دو تا باکس بردی؟ منم بودم اونجا. زمستون چجوری مجازش یه کلا باکس زمستون اونجا بودم. هر سری میرفت 3-4 تا باکس بود. کی؟ ما نفری آزاد، نفری دو تا باکسه. آنا چطوری زندگی؟ گسنن همین تو کونت. هر روز زاده خایه داری با پیج اینقدر شما بی خایه این با پیج اصلیتون بیان. آخه ببین من باکسشو باز کرده بودم ریخته بودم تو جیبش هم بدونم اونجوری میتونی. آره اونجوری میتونی. اونجوری آره ولی مجازش تو فرودگاه یه باکسه. نه مجاز 2 باکسه. دو با تا چه باکس دیگه رو بوم بابا بی تو کسخالی برای خودم میرم ترکیه قربونت. من خود بقیه‌رم با خودم میبرم. دمت گرم. تاها حسین من کجاست؟ تهران. قرار بود لایو نذاری. نه عشقم دخترونه نشستی مثل دخترای خوب داری مشروب میخوری. لایو گذاشتم. آره قربونت برم. اینترنت هم تموم شد. فاتی ناموسم موقع خوره آهنگ مستی علی سورنا رو دان کن گوش کن اگه نچسبی روسا جدی اصلا آهنگ علی سورنا رو میذاری ببینم. نه بابا کدوم آهنگ که الان همه پست میکنن؟ میرم میگه دیگه آخرام. کدوم آهنگش؟ من داداشم تو فرودگاه هستش تا 6 باکس میتونم بیارم. جدی وینستون لایت بکش. من وینستون لایت خیلت میاره سینمو داغون میکنه ریم بگاه رفته کلا. از لایت فعلا زحمت کشیدم رسیدم به اولترا. تا از اولترا بیارم پایینتر سینم ریه ندارم. باریک بکشیم باریک هیچ کاری نمیکنه. منم مثل تو هم آخه من از اولین نخی که کشیدم لایت کشیدم. آره اصلا لایت کشیدم از سنگین شروع کردم دیگه واسم خیلی سخته بخوام. حالا من اصلا به جز لایت نمیتونستم. آفرین تازه همت کردم اولترا کردم. ولی من الان 4 سال دارم اولترا میکشم. نه من الان 5 سال سیگاریم تو 6 ساله سیگاریم تازه 2 ماهه یه ماه اولترا میکشم. جدی رضا اولین سیگارشو با من کشیده. منم خواهرم اولین سیگارشو با من کشید. نوش جونت. مرسی قشنگم. نمیشناسمت ولی مرسی. علی سورنا گذاشتی؟ کدوم؟ من که همه پست میذارن؟ نه اینی که این پسره رو دخترم اصلا 6 سال پیش این شکلی بودم. اوکی. واسه 6 سال پیش این قیافه خیلی قشنگه. تو خیلی چیری بودی. شبیه تنه 40 ساله ای. آره؟ کسته نرد آقای محترم. کیرم تو موزیک گوش دادنه. کیرم تو سلیقه هستم. ببخشید نه. بالاتر از الان. آره توپل بوده چون صورتش. من یعنی من هستم. ببین اون موقع فکرم زاویه زده بودم. گونه‌هامو شل زده بودم. لبمو شل زده بودم 6 سال. خب الانم خیلی قشنگه. آرمان چطوری؟ آهنگ مستی سورنا. خب مستی سورنا. اینا مزنه اون کسچره بابا مغزمون نمیگیشن. مستی علی سورنا. نمیخواد بوسش کنی به من مرسی امشب بستم. یه مرسی خاله کافیه. چی شد نفهمیدم. واقعا زش بودی بکنه. خدای هرچی بیشتر میگذریم خوشگل‌تر میشیم. آره هرچی میری جلوتر میریم خوشگل‌تر میشیم واقعا. من هرچی جلوتر میرم کلی‌تر میشه. نه فکر میکنی اتفاقا هرچی قیافه قدیمتون نگاه کن
ببین اون زمانم خوب بودیم ولی مثلا الان چون بهتر میشیم از نظر من داشتم تو فرودگاه ازش باشه دیگه چند بار میگی فهمیدم خوش به حالت دارم جار برقه میکشیم که زیر اندازه رفتی آرزومون برام تهش دل بیا برمون اینو میگه شایه بذار پیش رو بذار ابلیس بذار حسین بذار خرسم صداش قشنگه یه حسین میذاری اصل زندگی قشنگم نمیبینه چش نمیزنم روش نمیبینه اصل آره راستی قبلا عمل نکرده بودی کسخل من اون زمانی که عملم نکرده بودم کارم میشد با هر کی که دلم میخواستم اوکی میشدم خوابم هم داشتم اوکی فاتی هم نوشته برای فاتی هم فرستاده برای منم فرستاده چی؟ گفتم مامانه؟ چی گفته؟ کس حتی تو حتی فاتی هم از علاوه موز خودم 4 تا 0 ساعت دوست دارم منم دوست دارم نانا جونم اصلا با مادر جنده رو نده گوشی تو نه زندگی قشنگ اونو بلک کرده بابا ماما سه من بلگش کردم اون منو بلگ نکرده که منم اونو بلاک کردم ولی اونم منو بلاک خب منو بلگ نکرده حالا پیجتو بده میدم داداش تا حالا گوشه اینو کسخل من اصلا داداش ندارم خیلی دلم میخواست ولی داداش داشته باشم داداش داشتم شاید میسمه خیلی خوشحال‌تر میبودم اگه داداش داشتم دیگه نمیتونم گفت کنم گوشیشو بشونت میده ای کاش داداش داشتم واقعا آیدی چیه؟ ما که داشتیم چه شد؟ تو میسمو نداری اصلا؟ نه اصلا زندگی گوشتو بده عشقم گوشتو بده اصلا ببین باش نمیشه خوب صحبت کرد لیاقت نداره نه من کسکش رفتی آرزو من گوشه رو میدی من؟ آره برام تهش دل بیا چند از لایو گذاشتم اصلا بیام نیم ساعته داداش داداش دوست دوست داری؟ شما نمیشه فردا شنبه میام چی بود آنگی که میخواستم فردا پول ندارم بیا پامم میام یه دفعه با هم دیگه درست کنم فرنچ کسخلایی که میگن عمل کردی قشنگ شدی الان رابع اسکویی هم 100 تا عمل کرده چرا قشنگ نشده الان مثلا ریدی به من یا به من از من طرفداری کردی رید به من الان کی؟ گفت کسخل میدونم گفت کسخلایی که بهت میگن عمل کردی قشنگ شدی الان رابع اسکویی هم عمل کرده خسته رابع اسکویی تو دهنه خسته رابع اسکویی من قبل از عملم کارام میشد الانم عمل کردم کارام میشه کوخوری نکن هم کسرانه تو هم کسرانه تو فاتی تو فقط یه دماغ عمل کردی من کاری نکردم من صورتم همونه خدا رو شکر از قیافم راضیم و راضیم اونی که باید بپسنده پسندیده دور از جون کسننه بقیه اونی که باید بپسنده پسندیده اصلا نظر بقیه واسه مهم نیست تعریف قاب گوشی رومینا پاتریکه بابس بنجی قاب گوشی اصله نه تو سالن اصلی نست رفتی آرزومون برام تهش دل بیا برومون گوشی منو بده یه زنگ میزنم آهنگ گذاشتم اصلا زنگ نمیزنی به میگه رحیم کارش دارم بده آهنگ گذاشتم باشش هم الان آهنگ پولش از اینه که دفتر شد تو هم از اینه که خوشگل شد والا پولش هم عمل کردم پول داری عمل کن گوه عملی رو نخور آفرین عملی که من عملی مسئول میشم ولی بابا ما فقط یه دماغ عمل کردیم به قرآن واقعا کاری نکردم و دماغم عمل کردم الان منم دماغم عملی کردم چی شد؟ گوخوری ما رو نکن خدا رو شکر پولشو داریم عملمون رو میکنیم اشغالمون رو میکنیم از هیکلت خرج میکنیم ولی اینجوری نیستیم مثل شما عقده‌ایا من عمل نکردم منم عمل نکردم ولی من واقعا عمل نکردم فقط من 93 عمل کردم ولی من عمل نکردم فقط یه پیروزی و قیمه دادم
خواستم دماغم افتادم گوش دادم چرا چسب نمیزنی ببینید برم بخوابه عشقم پوستم ببین پوستم کلا صافه خب جوش نمیزنه اصلا ولی بینی وقتی چسب دماغ حالا وقت نمی کنم یعنی چون تا بعد از ظهر خوابم باید برم دکتر چسب ضد حساسیت به من بدن نه نمیخوام چسب ضد حساسیت به من دادن باید به من بدن چون من پوستم خیلی حساسه و جوش میزنه و چون نمیخوام پوستم خراب شه به خاطر همین چیز کردم چسب نمیزنه سلام چطور نه دیگه الان دیگه بعد یه ماه عملم دیگه نباید جوش بزنه حساسیت دارم از همون میام میکنم من گچم باز کردم اینجوری ناخن با کی؟ بینیم بزرگتر نشده بینیم ورمه عزیزم دور براتون کسی عمل نکرده بدونی تا 6 ماه 1 سال ورمه کلا کجا؟ نمیتونی نظر بدی جواب نمیده ما این دروغ نگودی کجاه؟ با کی خب؟ مال منم اینطوری بود ولی خب بعدش خوب میشه کرم بزنم کرمش چی بزنم نمیدونم بابا من خود دکترم هم هیچی به من نگفت من هر مراقبتی هر کاری کردم از رفیقایی که عمل کرده بودن فهمیدم دکتر من فقط رفتم عمل کردم مایی به همین راحتی کی عمل کردی دکتر مرادی بالاتر از میدونک روبروی پارک چیز پارک بگو تو بگو پارک سایی بالاتر از میدون ونک بود روبرو پارک سایی بود الو ولیت بالاتر از میدون پارک ونک سایی رو میرفتیم چپ میرفتیم زندگی پارک سایی کجاست ونک کجاست الو بالاتر از میدون ونک شایان چون تو تایم مایی دایی چطور تو خوبم من چیزی خواستم نتونه ببینم من میگم قشنگ بوده فیست عملم اگه کرده قشنگ‌تر شدی مرسی نظر لطفتونه بچه ها دمتون گرم که حسود نیستین که گوخور نیستین که لطفتون رو میرسونید واقعا مرسی ممنونم دمت گرم اون چسب مثل کش میونه مراقبش به وقت ضربه نخوره آره ضربه اینا که نمیخوره ولی خب توی چسب توی ورم هم خیلی تاثیر داره الان من کلا یه هفته 10 روز اول عملم مثلا چسب زدم بعدش دیگه نمیزنم چون من رو پوستم خیلی حساسم کلا مثلا چون پوستم صافه برام خیلی غیر طبیعیه رو دماغم جوش بزنه به خاطر همین نمیزنم تا برم دکتر چسب ضد حساسیت بده که فعلا گشادم ولی میرم واقعا باید برم سلام چطوری صبح خوبی عزیزم کلمه چه میگه اون سرسری زنی خوب میشه سرسری ها قبل از عملم هم داشتم کلا جان منافذ باز داره پوستم بعد برم میخواستم برم پایسازی ولی فعلا بخاطر دماغم نمیتونم باید برم چیز کنم به قول تو کرم بگیرم ولی اسم کرمو نمیدونم باید برم خود دکتر میدونی نمیتونم برم داروخونه بگم مثلا هیچی نمیگم به زیبایی پی میبرم و قربون حرف زدنه دور سرت بگردم قشنگه من چند سال پیش تو دارم همون موقع قشنگ بودی هم الان اینو ما شدیم مرسی نظر لطفتونه بچه‌ها به خدا جدی میگم دمتون گرم که اینقدر واقعا به خدا من فالوورام یه دونن دور از جون شما گو خورنم خاطی پیک جلو تو نمیمونه ما پیک خوردیم من دارم تو لایف صحبت میکنم معلومه که پیک جلو نمیمونه هیچی سلامتی خوبه هیچی فردا صبح آخه نمیخوام دیگه استوری بذارم استوری بذارم فقط حوصله‌ام سر میره لایو میذارم همین تو پیج پی وی فعالیت میکنم یه پیج پی وی دارم دوستای نزدیکم فالوم دارم تو اون استوری میذارم تو واتساپ استوری میذارم تو این پیجم دیگه نمیذارم میدونی یه خورده دور از جون گوخور زیاده آمار زندگی منم که میدونی مست میشم لایو وای میذارم دوست ندارم کسی در جریان زندگی باشه بخاطر همین پاک کردم دارت بگردم نفس من اسم فاتی بود اشتباهی شد یادم میاد بچه‌ها من نمیشناسم شکیلا چطوری عشقم این پیگو زدن سلامتی فالوورای قشنگم دیدی بلاگرا
فالوورام خانواده دوم منن. فالوورام نبودم من الان اینجا نبودم مثلا. کست خانه خودت کیونی با من بودی الان؟ من گذاشتم وسط کی برداره مهمه ندارم کیونی فقط حروم زاده کدومتون نداره مادر جنده خارشو گاییدم مادر جنده خانمونی که خواهر دارم نازیو گاییدم خواهر کسته حروم زاده فاتی عصبی نشو زود این دقیق گفت کیری میدونی چیه تو با تمام شیطونیات هنوز چهرت به معصومیت مرسی ولی واقعا همینه واقعا همینه مرسی 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 من سه میکنم جنده نه بسخان من در برابر این زندگی چی میگه اون جلو مقاوم شدم من بچه با این میزن لعنتی چیه من در برابر این زندگی دیگه مقاوم شدم بده بره بده رندشیش بده لواسته قلبت بده شیش چیه کیر خیلی دوست داری مادرت خیلی دوست داره الان چه ربطی داشت مامانت الان چه ربطی به کیر داشت آخه چرا اینقدر عقده این واقعا حسودن فیکن آقا آره من دوست دارم کیر خارتو جانم کجا بفرمایید وایسا خارتو وایسا، کجا جانم. گاییدم قربونت از چی برم می‌سوزی؟ دورت بگردم الف بمیرم برات خارتو کجا گاییدم من کیر دوست دارم قربونت برم زهرا جونم جون تو کیر دوست نداری؟ جنده خانم خودش دوست نداشته باشه ننش حتما دوست داره. جنده جانم پشت دستم کبود انگار سرم زدم جنده جانم باره اینقدر جنده جونم همه پسرم همیشه جیندرلا جونم جیندرلا هم من جدیده برای سیندرلا بودم ولی اون جیندرلا دوست داشت یه دیگه از من بگیرین بابا بده 6 نه بابا بده 26 آره هم فیکنه چرا الان درست میکنم کی بشه توش بشه بگولی کی دوست داری قربونت برم قربونت برم به خدا ما همه رو دوست داریم ما دشمن زیاد داریم بگم ما نه آدمای بدی هستیم نه دخترای بدی ما هستیم دلمون واسه دشمنامون هم تنگ میشه شما که یه روز تو دلمون بودی این دوتا رو الان درست میکنم یه دقیقه بزن قطع کن لایو قطع کن جون من بده بابا یه دقیقه صبر کن الان قطع میکنم جملت بدت باشه نوشته برو با پیجت بیا بهت بگم دوست دارم نه پیجش فکر کنم رومینا مستی من که ارسلم رومینا مستی خیشکی خدا رو شکر ما انقدر میخوریم مستیمون رو هر کسی ندیده بده یه برام دقیقه وایسا. زهرا جان بیا پیوی بیا دایرکت یه خورده بخندی بیا دایرکت خب نه فاش چرا میدی ما بیادبیم بیا دایرکت خب بده 26 بکن تو کاسه خواهر مادرت هیچی نمیگی اصلا فاش نمیدی جونم باشه سلامتی هرچی تو بگی. سلامتی ننتون میشه جونه نوشته تو چقدر خوبی اکانتو اصلا دیدی گوشیمو میخوام فالوم کنن فالوورات جا گوشی تو برم بده زندگی بده الان رو فازشم میدی آره عشقم الان میدم بده قطع کن لایو بابا با هم بگیریم تو بیا تو چیزا تو بیا تو من برای دایرکت من ولی خیلی اون جیب داره من تا فعلا مادر